خرابی این قطعه باعث میشه دستگاه کلن آنتن نده یا عدم آنتن دهی در باندهای 3G و 4G داشته باشید. این قطعه در واقع آیسی تغذیه پاور آمپلیفایر هاست که به آیسی APT معروفه که مخفف Average Power Tracker هست. در واقع آیسی تغذیه پاور آمپلیفایر هاست. عمل کردش به این شکلی که این آیسی در واقع یک مبدل باک بوستر هست و به این شکل عمل میکنه که با دستوراتی که از بیسباند پروسسور میگیره، یعنی اگر که این آیسی APT شما باشه، با پروتکل RFFE که حالا خطوط دیتا و کلاک به CP دستگاه متصله. البته